به نام خدا. محمد حداد هستم، مدیر بازرگانی شرکت مشهد کرپی. حدود 30 سال هست که در این شغل مشغول به کار هستم. این شغل پدرم بوده که با نام کرپی سازی حداد فعالیت خودشون رو شروع کردن و الان من به اتفاق برادرام مشغول به فعالیت هستم. مهدی حداد هستم، مدیر عامل شرکت مشهد کرپی. تاریخچه شرکت برمیگرده به سال 1353 که الان در آستانه 50 سالگی این مجموعه هستیم که با هدف تولید کرپی‌های فولادی این مجموعه رو تأسیس کردیم. شرکت ما در ابتدایی که من فعالیتمو شروع کردم با 10-12 تا نیرو ما شروع کردیم. الان حدود 95 نفر نیرو به طور مستقیم مشغول به کار هستند در کارخانه و قسمت تولید و قسمت اداری. از سال 1370 بنده در خدمت صنعت قرار گرفتم و با گره زدن تجربیاتی که بود با تکنولوژی و علم روز و بروز کردن ماشین‌آلات و ابزار تونستیم تولید رو افزایش بدیم و تولیدی با کیفیت خدمت مشتریان عزیز ارائه بدیم. شرکت ما علاوه بر تأمین نیاز بازار داخل، یه بخشی از تولیداتمون صادرات میشه به کشورهای همجوار و بخشی از تولیداتمون هم ارسال میشه برای شرکت‌های خودروساز از قبیل ایران خودرو دیزل، بهمن، سایپا، شرکت‌های تریلی سازی، محورسازان و شرکت‌های مرتبط. از دیگر اهدافی که داشتیم دریافت گواهینامه ایزو 9001 بود و دریافت گواهینامه IATF که از الزامات خودروساز محسوب میشه و تونستیم گرید تامین کننده خودروساز رو دریافت کنیم. فعالیت شرکت مشهد کرپی محدود به تولید کرپی فقط نمیشه. ما اقلام مرتبط با لوازم زیرشاسی و قطعات زیربندی رو از قبیل انواع سنتربولت، پیچ‌های چرخ، پیچ‌های مربوط به قامجات تریلی و هر قطعه‌ای که با امکانات و تجهیزات ما قابل تولید باشه به صورت سفارشی انجام میدیم. و همچنین در بخش بازرگانی ما تونستیم کلیه قطعات مربوط به شاسی خودروهای سبک و سنگین رو تأمین کنیم و به بازار ارائه بدیم. در جهت رضایت حداکثری مشتریان و تکمیل سبد کالایی و رضایت هرچه بیشتر مشتریان عزیزمون، ما علاوه بر کالاهایی که تولید میکنیم قطعات مرتبط هم توی سبد کالامون اضافه کردیم و این قطعات رو ما از تولید کنندگان و تامین کنندگان معتبر داخلی خریداری میکنیم و با برند MKH عرضه میکنیم. در کنار تولید کنندگانی که ما افتخار داریم باهاشون کار میکنیم، برند مشهد گروسی رو از همون ابتدای کار ما با جناب حاج اسماعیل آقای گروسی افتخار داشتیم که با ایشون دوست بودیم و همکار بودیم. ما با ایشون سابقه دیرینه داریم. از همون ابتدایی که ایشون شروع به فعالیت کردن یکی از توزیع کنندگان اولیه قطعات ایشون ما بودیم که با ایشون شروع به همکاری کردیم و الان هم شرکت رو به رشد و رو به پیشرفتی هستن. در سال 74 من رفتم تهران، یه مغازه کوچیکی ما با یکی از دوستانمون خریدیم اونجا. مغازه تقریبا 3x4 بود. گرفتیم با ایشون توی یک مغازه 2 تا کار انجام میدادیم. ما کار خودمون انجام میدادیم، ایشون هم کار خودش انجام میداد و تهران واقعا یه سکویی بود برای ما و اونجا متوجه شدیم که بازار خیلی وسیع‌تر از این چیزی هست که ما تو مشهد داریم میبینیم و حالا اون موقع کلا بحث صادرات هم نبود، بیشتر بحث بازار داخل بود و از همون روز اولی که ما شروع به کار کردیم، یعنی هنوز داشتیم جنسامون رو میچیندیم، نصف جنسای فروش رفت. بعد همون کسایی که اومدن خریدن بعدا مشتریای دائم ما شدن. در بحث شراکت، خب ما شرکت هستیم و یه شرکت فامیلی هستیم و اختلاف نظر توی خیلی از مسائل ما داریم، ولی با توجه به اینکه حالا اخوی بنده مهدی آقا به عنوان مدیر عامل شرکت هستن، معمولا خب نظراشون مورد قبول ما هست و ایشون هم نظرات خام نمیدن و معمولا با فکر و با درایت نظر میدن. ما سعی میکنیم که به نظرشون احترام بذاریم و این باعث شده که شرکت ما بعد از 30-40 سال فعالیت هنوز اون انسجام یک شرکت فامیلی رو داشته باشه. من از اول به این کار علاقه‌مند بودم، دوست داشتم کار تولید و کار بازرگانی و ارتباط با مشتری رو من خیلی دوست داشتم از اول و بعضی وقتا هم بالاخره چالش‌هایی توی کار تولید هست، آدم یه وقتی خسته میشه، ولی همون موقع من مثلا میرم کارخونه میبینم 90 نفر کارگر دارن با هم کار میکنن، مشغول به فعالیت هستن. اونجا آدم نیرو میگیره، انگیزه میگیره، یعنی میگه که همش مال تو نیست، همش به فکر خودت نباش، اینا هم دارن از کنار
این سرمایه، از کنار این امکاناتی که هست استفاده میکنن. اینکه آدم بخواد همش به فکر خودش باشه که حالا یک امکاناتی فراهم شده و به یک جایی رسیده که دیگه شاید نیاز به کار نباشه، شاید من نیاز نداشته باشم، ولی خیلی هستن که به این کار نیاز دارن. الان سال به سال داره هم فضای کارمون گسترش پیدا میکنه، هم نیروهامون اضافه میشن، هم ماشینالاتمون داره اضافه میشه و این باعث شده که الان دیگه تو این فضایی که ما داریم، الان فضای ما تقریبا 5000 متر زمین هست و سالن‌هامون هم سالن‌های بزرگی هست، ولی من فکر میکنم برای مثلا 2 سال آینده فضا کافی نباشه برای ما. الان یه قطعه زمینی تو شهرک صنعتی گرفتیم، حدود 10000 متر که شروع به ساختش هم کردیم. فکر میکنم تا اواسط سال 1404 ما بتونیم اونجا رو تکمیل کنیم و به اونجا نقل مکان کنیم و این باعث یک رشد و توسعه خواهد شد که فعلا دغدغه فضای ما رو برطرف کنه. با توجه به اینکه مشتری‌های ما و مشتری‌های شرکت مشهد گروسی خیلی هاشون مشترک هستن و اکثرا هم خب ما رو میشناسن، من خواستم از اینجا از همشون تشکر بکنم که در طول سالیان گذشته از ما حمایت کردن و بارها صحبت که شده ما با دوستان تولید کننده، چون بیشتر قطعات تولیدی قطعات زیرشاسی از مشهد پخش میشه و طی جلسات حالا دوستانه که با همکاران و تولید کننده های دیگه میذاریم، گفتم تو صنف ما مشتری بد حساب و مشتری بد نداریم. تقریبا میشه گفت ما همه مشتریامون مشتری با شخصیت، مشتری خوب، فهمیده، تحصیل کرده و این مشتری مشترکمون همه مشتری خوبی هستن. امیدواریم که سال آینده سال بهتری باشه برای همه ما و تولید کنندگان و این چالش هایی که در سالهای گذشته ما داشتیم سال آینده کمتر بشه. امیدوارم بتونیم در صنعتی که قرار گرفتیم تولیداتی با کیفیت و با به طور روز تقدیم شما مشتریان عزیز و رانندگان محترم داشته باشیم.